برادرام خوبه؟ تنجین سلامتیتون خوبه؟ وقت خوشه؟ انا چیرا موروسی گپ نو افیر سر دستیم فهمویش نداریم در یوتیوب. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چیرا کردن در کار بردم؟ نه گپ زنین. اوزماکس هست. حاضی میبینیم. اوزماکس چند سمان؟ اوزماکس 1800 سم بوده اوزماک. اکا الحمدلله شکایت نشده است. بسیار کسا میگیرن اگه هم رزولتات هست که شکایت نشده است از یگون جوبا. سلام علیکم و رحمت الله. ها بله شما که وقتی که میتونین ان شاء الله در واتساپ ما مراجعه کنیم اونجا در ما چی را میست پاجین یا آدرس هم میپرتیم ان شاء الله. خب من شما جزای خیرتون می‌دم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله برکتتون توی برادر جون شیرین. راستی گپ ما افیرا یوتیوب نو آغاز کردیم با هم خاطر فهموندنش باز ما در اینجا میمونم. ما این ان شاء الله برداشته. الو زیاد دقیقه. الو پروپوش نشده است. کومایا بینیم کو سوزن تنجین سلامتیتون خوبه؟ یک سلام علیکم قطعی شما برادر جونو و اپای خواهرا در این روزهای آفتابی و بارانی در جایی که باشین خداوند تنتون صحت باشه. پیش از همه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رقمات تی یک عبدالله جون رقم همین نمره دکان های که همین رقم هم بسیار همی جدیم برادرش اینو باز من نشان میتیم شما دا اینا نگاه که اینا می رقم رو بریم. سلام علیکم. این عبدالله جون های ما کار کردیم بعد این رقم های که 977 044 تا 2 همین رقم داد. رقم های دکان دا بسیار ما این برادران الحمدلله استراحت که هستیم. اینا صد از برام مشکل کار فعالیت رفتیست. خوش آمدید برادران. آباد باشین. خوندین نمازا بهترین ماشاءالله. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله جزای خیرتون. امروز چه دباید میکنی انسانا سجده вопрос. مرا دوب کن. یک برادر گفتی سه مرا دوب کن. از من انشاءالله که بینم من روستی گب ای ویدیو رو خیلی افیره نمیتونم نه کار سر کردم خیلی که ما دباید کنم که نمیشه و سجده دا پروس دا دیگه چیه بفکرم میرد اگر نفهمن من نو سردگی نمیفهمم. خیلی بیای خیلی چی بخونم که کامنتر بخونم که چی میگم برادر عزیز یا که گوش میکنین انشاءالله قاری جانم. خیلی تلفن تو تیا که عبدالله جون ماشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. باز انشاءالله یک خاک چی میشه؟ همش فروشن الحمدلله. دختوی خیلی شیک داریم الحمدلله. شیک و اینه همشان دوبایسکی و توتسکی و آنامش خیلی عربی اندر مقصد اگه سر میشه اینه یا یاسمی اینو شیکن 100 اینه 100 چنده 173 شایی الحمدلله مقصد هر خیلی دارم. این کیرکی ها کیرکی هم ماشاءالله بود دیگه نموندوش با هسته الحمدلله. موزک این حیاتی هسته حیاتی الحمدلله. این حیاتی بگیری بعض حیاتی هم ای بفکرم جنس کشه با مرسکوش مرسکوی حیاتی هسته ازرا که خارجان حیاتی تماش نگم مرسکوی حیاتی ها مرسکوی ایو جنسکی نه اینو جنسکی ها اینو زنونه هم بعد اینا چی هم نارکوتیک هم دوریم نارکوتیک هم خوبه حیاتی داخل اینا از این شد ماشاءالله.
این دختر چی نگران؟ والله یه هم حیاتی هکو؟ مقیم هم خونمون دیوونه شید بخدا مقیم یا تداره شدی زوری با درست کمران شب یا بود توی بازی نیم بکشن قرین تو چی را برداریم؟ کامیتر بخونیم که اکا عبدالله هی مارک سوزی تیانجی قرین الحمدلله سعید من گیت زوده سلامت باشین سلام علیکم بچه جان سوزی الحمدلله شما نازین خوبین تیانجی وقت خوشه نه الحمدلله برادرها استراحت که استیانه نه جزای خیرتیم قرین جان تو خیلی زیبی دیتنک خیلی نمیخیر الحمدلله رب العالمین بسیاری کسا میپرسن ادرسوی ما را این برادر جانای شیرین این مسکوا адрес на Москва, метро Братславская, улица Братславская, 6, телефон 972 044 972 042 42. Агар ки дар касе ки дар Химки боша, Химки дам дорем, телефон Химки дам, алхамдулилlah. Уҷа 967 967 049 43 33 Қориҷон, Қориҷон. Чӣ мегӯяд? علیکم السلام فهمو انشالله به برادرم نه الحمدلله برادرها 2300 انشالله خدمت میکنم کامنتر هم بخونیم خیلی خدا خواهم انشاءالله خوب میشه کامنتر گفتیم بسیاری بند نوشتن خیر الله جزای خیر شما تو برادرام السلام علیکم و رحمت الله سعادت دنیا و آخرت نصیبتون گرداند آمین سلامت باشین برادرم سلمان الله جزای خیر تیا شما دارم السلام علیکم و که سازی خوبی فرخ پرو الحمدلله سوزیم فرخ جان سلامت باشی الله جزای خیر ده سلام حکویای عبدالله نامروتون نویسید برادر جانو یا چی میگه نامروی خودم راستی گپ بسیار وقت بزوچ نیای به خاطر مثال گپ نمیگم باعث خفگی برادرها میشوه شما الحمدلله بیشتر بیاین همین نامروی 4 تا 2 ایکم همینجا داریم موینمی 4 تا 2 نمی روز من دکان دارم کسی که میبیه ان شاء الله هم دکان بیایه خدا خواهد همینجا و میخریم به حالی که تلفنم بهش بسیار وقت بزوش نه یخ وقت اکا مثلا خانواده خودم میگن بچه بیدوش دید تلفن نمیبرداری به همین خاطر من اول نمره ما میگم لیکن تلفنم بزوش نه بسیار وقت خیلی ما هم الحمدلله کار فعالیت بسیار دنیایی با استراحت ایسو به همین خاطر نمیتونم تلفن دایم گیران موندم به خاطر که زنگ ها بسیار میشوه وضعیت بود که وقتش که مقصد ضروریان بودیم از سبب که تلفن زنگ زد قریب که خدا عوض نکنه قریب در صدمه دچار میشدیم به همین خاطر خودم قرار گذاشتم که باید ما تلفن ها همیشه بزوش نمونم به همین خاطر خفه نشیم برادرای شیرینم الحمدلله اگر که بیاین اما قدمات نور ده تاج سرم دکان بیاین الحمدلله همینجا دم بسیار وقت ما سلام علیکم برادر شیک هدینس چند سومه باشد چند سوم گرامه ها داریم شیک 111 داریم برادر شیرینم هست الحمدلله 025 که 051 نه 25 شاید به هم نمره اکو 4 تا 2 واتساپ ده ان شاء الله مراجعت کنین بسیار نرخورا همین میدونن کار و فعالیت ما در دکان خدمت برادرها هست لیکن بیشتر توصیه دادن به همین خاطر در همین واتساپ ها بنویسین ان شاء الله خارجیان ها همجا هستن شما جواب میدن اهلی برادرها که نمروی دستیت میگفتید خوب میشد سلامت باشین برادر عزیز دشما صدقه خدا نگهبانتون باشه عبدالمسلم میرزویف میشه تیشه السلام علیکم برادر و علیکم السلام کسی که نو اومدن بار دیگر السلام علیکم الله دنیا و آخرتون آباد بسازه اکا کی میوی هجومه که خطانان بینیم ای پیش اکا کجا بیام چمایف کجا بیام برادرم گپ زنیم شامود رحمت الله دخیه های مردان بهترین کدام های هست اینجا بسیار یک بیشتر اینجا راستی گپ ما میدونیم لیکن نه اونقدر خوب گفتم که سلامت باشین حضرت سازی الحمدلله شما نازین خوبین تنجین تورایف حفیظ مولا خسته بخونه مولا هسته بخونه بله الحمدلله فقط برای ترس زیان میخونه کم بیش خوری جون اصلا نه که فقط پیش آمدن یک معلومات مثال زنگ بزنید در نمره که هستن خوری یا نه
سلام علیکم اکای عبدالله. سلام علیکم السلام و رحمت الله. الله جزای خیرتون برادر. در حق اویلای ما دعاگو باش. اویلای ما یک دعا کنید از برای الله. عبدالله جان در نام صدقه دعا میکنیم که الله اویلتون باران رحمتش بالای اویلای شما دا بریزونه مثل باران بهاری. خداوند دنیا و آخرتی تمامی اهل اویلتون آباد و زیبا بسازه و از جمله کل مسلمین نگهبان باشه الله مهربان. دعا میکنیم که قلب های ما را با نور الهی روشن و پرنور منور گردانه و مهر و محبت در قلب های ما جاری بگردانه. هم مهر و محبتی خودش، هم مهر و محبتی یکدیگریمون نسبت یکدیگری و هم مهر و محبتش نسبت قرآنش، نسبت دینش، هم مهر و محبتی ما را نسبت وطن ما. سلام علیکم برادر سوزن خوبین. الحمدلله. قاری محمد اقبال بگو شاگردش. سلام مفتی سعی نور هدایت. سلامت باشی برادر عزیز مجنون ستار قبل جون. سلامت باشی. خیلی انشالله شما رو در خدمت میسپارم. مهمان اومدن با انشالله با صحبت میکنیم، لیکن به هر صورت الحمدلله شما همیشه بیاین این دکان دا ما همه جایم الحمدلله. اینا برادرها اومدگین همون چویی که رحیم جون میگفت رحیم پروداکشن الحمدلله همون چویک هسته، همون خندکا هستن الحمدلله. بیاین همینجا انشالله ما در خدمت هم وقت برادرها اومدگین خیر دست وسینه بالا کنیم با یک خدمت برادرها را بکنیم و خوب میشه. چوکادی برادرم خوب شید واقعا بهترینه. استراحت ها چه خیلی خوبه. سلامت باشین. خوش آمدید. اینا ان شاء الله بگذاریم جای یک دلار چای بگی خدا خواه آباد باشین. الحمدلله نویگری اینه با نویگری در دکان در رمضان هم خیلی کارو کردیم که وقت مهمان ها اومدگین نه در قدماشون نور دیده تاج سر. چیال داری برادر؟ استراحت ها چه خیلی ماشاءالله. افیر رفته سعی خیلی گفتم خیره یکون کامنتی نیست خیلی الله جزای خیرت بده. خواهجان چه خیلی دیگه این اینجا وقتی که می بیان الحمدلله میگذاریم 15 minut در 14 گرادوس تیچینی 70-80% گرادوس تا 70-80 گرادوس گرم میشه. وقتی که برادرمون استراحت که ایسا اگر فورا شد 15 minut اگر با فورا دیگه زیادتر بود زیادش میمونیم الحمدلله. قاری از شاگرد سلام میگه نور هدایت. سلامت باشین. نه الحمدلله برادرم خیلی ما هم دست واسینه بالا میکنیم خدا خواه با کورا سر میکنیم. خلاص بیاین شما جانم اگر هجوم هم که نکنیم بیاین خدمت صحبت کردن بشنیم شنیدن کی بود مانند دیدن میگه از پیش با میبینیم ان شاء الله خوب میشه. دخیایی که پرسیدین برادر جانم اگه ما خوب نمیدونم که تمام نمود دخیا بسیار دیگه‌اش عربی چیه یعنی که ما یوسف و دیگر متاسفانه ما خوب نمیدونیم به خاطر که خارجانا میدونن او میپرسین. اگر اومدین شما الحمدلله خدا نگهبانتون باشه. الله جزای خیرتون بده. دنیا و آخرتتون آباد و زیبا بسازه. الها هر کجا باشین نگهبانتون خدا باشه. حبیبتون مصطفی باشه. کتابتون جلد قرآن و حیاتتون مصطفی باشه. السلام علیکم. ایره چی میکشم